السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد عزیز، یک سوال داریم. همین بانک پیشنهاد کیسه است کارتای 122 به پرسنت حقی گرفتن داریم امرو ما چند سوم دارد؟ 440,000. یعنی 440,000 میماند. شما استفاده میمیرید با درجاش میمانید به پرسنت است، درست؟ بله بعد اگر رفت و در وقتش نگذاشتید بعد پرسنت میزند. بله. این حرام است. برای چی؟ برای اینکه عین ریبای جاهلیت همین خیلی بود. عجایبش مردم جاهلیت، یعنی مردمی پیش از دین مقدس اسلام، ریبای جاهلیت بود. ریبای جاهلیت چی خیلی بود؟ ریبای جاهلیت اول قرض حسنه میدادن. سبحان الله، امروز بعض ریباخورهای ما از ابتدا قرض به ریبا میتیم. میگن که این پول من $1000 میگیری، $1200 کر ماهی آخری ماه میبری در ابتدا. اون مشرکای عرب، مشرکای قریش، یعنی ریبای جاهلیت چه خیلی بود؟ اول قرض حسنه میدادن. مثلا $1000 داد به مدت 1 ماه یا 2 ماه، به مدت 2 ماه به من قرض داده است میگفت. قرض میدادن. بعد وقتی که فرصت که اومد قرض دادن نمیتوند که اومده میگفت که زید و تعجل، پول زیاد کن و مهلت دراز کن. یعنی من امروز وقتش پول آورده نتونستم، 1 ماه دیگه مهلت دیو همین 1200 کن. من $1000 نه 1200 آورده میتیم، لیکن فقط 1 ماه دیگه مهلتش زیاد کن. یعنی که این پولایی که حاضر به کارت ها میتید در ابتدا، یعنی که چی است؟ به پرسنت است، به ریبا هست. یعنی گیر استفاده بر بجاش موند، لیکن رفت و اگر بجاش موند نتونستی پرسنت میتی. وقتی که شما به همین راضی شدید گویا به عقد ریبا امضا کردید. یعنی در صورتی من اگر داده نتوانستن هم من به ریبا، یعنی با پرسنتش میدهم، مفته گویا که شما همین قبول کرد. وقتی که پول قبول میکنید همین خلال. بنابراین راه ندهید در کارت هاتون. یعنی مکتوباش می نویسید که مقصد من به این پول حاجت ندارم، پولت بگیر گفته، تا اینکه نال کرده مونه دو جوه. ولی بعضی برادرها من پرسنت نمیتیم گفته استفاده کردن 1 سال حتی استفاده کردن، در آخر 1 ماه وقتش رو دادن نتونستن پرسنت زد، به گناه واقع شدن. بنابراین بهترش از این دور کنید و اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ای الله مرا با حلالت کفایتی کن. در سجده ها گوید برادران، در سجده ها هیچ در سر رول گوید، در جای نشست اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک. ای الله مرا با حلالت از حرامت بی حاجت کن. حلال الله تعالی زیاد است. با حلالت مرا از حرامت بی حاجت کن و مرا با فضلت از دیگرها بی حاجت کن. کاری کن که به مردم محتاج نشوم. ای الله از فضلت میپرسم که مرا به مردم محتاج نکن. اغننی بفضلک عمن سواک، از غیر خودت از دیگرها بی حاجت کن. دعا را گویید انشاءالله الله مشکلاتنا آسان میکنه. قناعت بسیار چیزی بزرگ است. قناعت یعنی به چیزی که الله تعالی برای شما مناسب دانسته است به همون صبر کردن، از وی زیادش طلب نکردن. عین حال ماشین ندارد، ما پول زیادتی ندارد، میمه اتوبوس که رفته آمدن گرید، پیاده رفته آمدن گرید. وقتی که پول زیادتی شد بعد ماشین خرید. قناعت کنید به اون چیزی که عین حال الله تعالی برای شما مناسب دانسته است. این قناعت بسیار چیزی خوبه. وقتی که قناعت نمیکنید به چیزی که دارید، فقط قرضدار میگردید، دست به ریبا میزنید، چیزی که دارید همون استفاده برید، باوری دارید که مثلا هم پرسنت میدهید. از کجا میدهید؟ کار که همون کار اول کنید و بعد دهید. چی لازم خودتون رو به عذاب گرفتار کردن؟ این وسوسه شیطان است.